عادت ما با بعضی از اشخاص ها، اساساً کشورهای همسایه که خود را مسلمان گفته قبایلشان از کافر است و زیادتر است، و نیز دستیاران آنها که بین ما همخون هم مذهب ما ناخوش است و هیچ وقت آنها راضی نمیشن که این مردم قدیم با فرهنگ خود را از این ارتع علاقت برهاند. طراحان چنین اغواانگیزه ها بسیارتر دور از کشور ما وجود دارند و هون شیطان های رنگ و رنگ در ملک ما وقعات به جای را رساندند که آن فرزندانی که برای ناموس ننگ برای ملت خود برخواستند آنها را چشم خواهران به خار و گلوی برادران پدران در استخوان نشان دادند. بعضی ها گفتند که ما با طایفه دیگر فروخت هستیم، ما نه دین داریم نه مذهب نه آیین. لیکن این همه گذشت، مردم نفهمید، وقت نشان داد و امروز یکی از دوره محمد پیغمبر خطه آرسته می بیاد، برابر می بیاد که وقتی که با 12 از لشکر مجهز قد ای مدینه وارد مکه شدند، یکی از یاران پیغمبر چنین فرمودند: الیوم یوم الملحمت، یعنی امروز روز جنگ است. پیغمبر او را گوشزد کرد که الیوم یوم المرحمت، یعنی امروز روز رحمت است، روز عفو است، روز گذشت است. فلعلکم باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یسفن، یعنی گویا تو خویش را میخواهی که از غصه بکشی از اینکه اهل کفار ایمان نآوردند. یعنی اگر ما امروز با کشتار مردم خود راتیم، ما از همون پازک و شرم و همون لقبای ناسوابی که دارن شهرها ده، شما هم از آنها با خبرید، از آنها فرقیت ندارید. ما هستیم مردم با فرهنگ، ما را اطرت رسول الله می حسابند، ما را در مبین قرآن اول قرآن و پشتبان اسلام قرار دادن، ما را تعویل و تنزیل قرآن می دانند. خدا با استمدیدگان است، ما از آن استمدیدگانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.